دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من هادی نجف‌علی هستم و با یه آموزش کوتاه خفن دیگه در خدمت شما دوستان عزیز هستم. آموزش امروز ساخت یه ویروس تحت عنوان ویروس لب و ما بعد از ساختن این ویروس و بعد از اینکه وارد محیط این ویروس شدیم 30 تا فایل APK به ما میده که ما هر کدوم از اونها میتونیم دانلود کنیم و به تارگتمون ارسال کنیم. تارگتمون با نصب این نرم افزار روی گوشیش ما به راحتی میتونیم به تمام اطلاعات گوشی تارگت دسترسی داشته باشیم. خب وقت تلف نمی‌کنیم، بریم سراغ آموزش. ترموکس باز می‌کنیم با دستور apt update و apt upgrade یه حالی به بسته‌های ترموکس میدیم تا بسته‌های ترموکس به روز رسانی بشن. من این کارو قبلا کردم ولی شما حتما انجام بدید. دستور اول که باید وارد کنید پکیج اینستال گیت که باید نصب بشه. از من چون نصب بوده میگه این فایل نصبه. و دستور بعدی دوستان من دستورات رو تو دیسکریپشن گذاشتم، شما به ترتیب میتونید دستورات رو اینجا بنویسید. دستور دوم پکیج اینستال پایتون 2 پکیج اینستال پایتون 2. خب اینم من قبلا نصب کردم، میگه نصب. دستور بعدی بچه‌ها کلون کردن ابزارمونه با دستور گیت کلون و لینک ابزاری که من تو دیسکریپشن گذاشتم. ابزار کلون می‌کنیم، من این کارو قبلا انجام دادم. و دستور بعدی بعدش بچه‌ها یه ls میگیریم ببینیم ابزارمون نصب شده. ببینید ابزار من اینجا نصب شده، ویروس لب، اگه دقت کنید. خب بعد برای اینکه وارد محیط دایرکتوری ویروس بشیم با دستور cd ویروس dash lab وارد در واقع ابزارمون میشیم. فکر کنم اینجا یه فاصله من کم گذاشتم. از اینجا کدش رو دانلود میکنم، شما هم تو دیسکریپشن میتونید دانلود کنید. با دستور cd ویروس لب وارد ابزارمون میشیم. الان وارد ابزار شدیم و با دستور پایتون 2 ویروس وارد ابزار میشیم. خب بچه‌ها اگه شما مثل من کدا رو زده باشید با دقت و درست نصب کرده باشید ابزارا، وارد این محیط میشید. این اسم ویروس لب و اینجا همونطور که میبینید 30 تا فایل APK برای شما آماده کرده. شما هر کدوم از اینا رو که بخواید میتونید کدش رو اینجا بزنید و این فایل ها تو حافظه داخلی گوشی شما ذخیره میکنه. برای مثال من کد 10 ها میزنم، مثلا یکم صبر میکنیم تا ویروس کار خودش رو انجام بده. بله میگه فایل ساخته شد، چک یور SD کارت. خب میریم چک میکنیم حافظه اونو ببینیم فایل برای ما ساخته یا نه. وارد فایلامون میشیم، وارد حافظه گوشی میشیم، میایم دنبال یه فایل APK میگردیم. میایم پایین ببینید بچه‌ها یه فایل APK برای ما ساخته. دقیقاً همون کدیه که ما اونجا زدیم، اسم فایل APK مونه که حجمی هم نداره، یعنی طرف به محض اینکه بزنه روش نصب میشه و بعد از اون شما به راحتی میتونید به اطلاعات گوشی تارگتتون دسترسی داشته باشید. من دیگه ادامه این آموزش رو دیگه همینجا تموم میکنم، چون حالا همینطوریش هم امکان داره ویدیو پاک بشه، با قوانین یوتیوب یه مقدار مشکل داره. امیدوارم این آموزش برای شما مفید باشه. این آموزش جنبه آموزشی داشت. امیدوارم که شما از این در واقع آموزش استفاده منفی نکنید و بدونید که به چه راحتی میتونید وارد گوشی دیگران بشین و اطلاعات به سرعت ببرید. دوستان موفق باشید و خدا نگهدار.